تاجیکستان در گزارش سالانه سازمان خانه آزادی که روز 24 ماه سال 2023 با نام کشورهای در حال گذار 2023 جنگ شکاف منطقه را عمیق‌تر کرد نشر شد. در بین کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق از لحاظ سطح رسیدن به نظام دموکراتی با همگی یک از 04 امتیاز از 7 امتیاز ممکن تنها از ترکمنستان که همگی یک امتیاز گرفته است بالا گذاشته شده، ولی در عموم درباره ترکمنستان و بلاروس و روسیه امسال بار اول رژیم مطلق و خودکامه نام گرفته است. خانه آزادی در گزارشش در برابر جنگ بیمانی روسیه به ضد اوکراین و عاقبت‌های مربوط به آن، سرکوب خونین اعتراض‌ها در ماه ینوار سال 2022 در قزاقستان، ماه سال گذشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان و ماه ایول همان سال در جمهوری مختار قرقلپاکستان ازبکستان را از نمونه‌های بهترین پایمال کردن حقوق انسان در قلمرو اوراسیا نامید و گفت این حادثه ها نباید فراموش شوند و حکومت‌های دموکراتی، سازمان‌های حامی حقوق و رسانه‌ها باید از دولت‌های آسیای مرکزی تحقیق منصفانه این حوادث را تقاضا کنند. به عقیده مؤلفان، تهدیدهای افزاینده امنیتی، بحران تاریخی مهاجرت و به هم زده شدن اقتصاد که اثر اشغال گردیده‌های دامنه‌دار مسکو در خاک اوکراین است، باعث این شکاف در منطقه شده است و به صورت عموم اشغال اوکراین از جانب مسکو فرق میان دولت‌های خودکامه و دموکراتی را در پهنای عبارت از اروپای مرکزی تا آسیای مرکزی بزرگتر کرد. اعمال کرمل در اوکراین عظیمترین چالش برای صلح، آزادی و دموکراسی در اروپا از زمان ختم جنگ سرد گردید، گفته است پرزیدنت خانه آزادی مایکل ابراموویچ. به عقیده او حالا کشورهای دموکراتی در اروپا و سراسر جهان باید از گذشته بیشتر همگیری و پشتیبانی خود را به نمایش گذارند. مؤلفان میگویند تاجیکستان همراه روسیه، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان برای پیشگیری از سبقت سیاسی و گوناگون اندیشه به سرکوب حقوق بنیادی به گروه رژیم‌های کاملا خودکامه داخل شدند. در گزارش آمده است که سال 2022 در تاجیکستان و ازبکستان تلاش‌های حکومت با تمرکز قدرت در منطقه‌های مختار بدخشان و قرقلپاکستان باعث سر زدن اعتراضات شد. به قول مؤلفان، رهبران خودکامه در تلاش نظارت پرره به قلمروایشان بودند و پیشواهای را که به شبکه حامی مشتری سازمان داده رژیم پوره مطابقت میکند تحمل ندارند. در گزارش آمده است که ولایت مختار کوهستان بدخشان که وطن پامیری ها و یک جامعه نسبتاً پیشرفته و فعال مدنی می باشد، دست کم از سال 2012 به این سو هدف سرکوب های حکومت پرزیدنت امامعلی رحمان قرار گرفته است. خانه آزادی حساب کرده است که سال 2022 از 10 کشوری که به سرکوب ها دست دادند 5 تاشان تاجیکستان، بلاروس، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان در اوراسیا جایگیر شدند. خانه آزادی از حکومت‌های دموکراتی تقاضا کرده است که با استفاده از نفوذ خود در اینترپول امکانیت‌های اعضای سرکوبگر پلیس بین المللی را برای سرکوب دیگر اندیشان در خارج محدود کنند. برای اینکه گناهکاران به جزا نمانند، حکومت‌های دموکراتی باید در دایره یک استراتژی فراگیر محدودیت شناسی برای پایمال کننده های حقوق انسان و مقامات فساد زده تحریمات هدفمندانه را به کار برند. در میان مشورت یا راههایی که مؤلفان گزارش برای اصلاح وضع پیشنهاد میکنند، این استفاده تحریم و ابزار دیپلماتی است که به قول آنها عاملان را جوابگر خواهند کرد. مقامات دست داشته در سرکوب‌های فراملی باید به مجازات از جمله منع ویزا و بستن دارایی‌ها تا گرفتن مقام شخصان نامطلوب یا پرسونا نون گراتا روبرو کرده شوند و بلافاصله اخراج گردند. مشورت دادن حامیان حقوق